از آقا رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم التوبه تجب ما قبلها. جب یعنی قطع، تجب یعنی یقطع. توبه هر چیزی که قبلش بوده باشد، چون کاری که قبلا آدم انجام داده ولش نمی‌کنه آدم رو، همراهش هست. هم خود عمل همراه آدم هست. همراه بودن به این معنا که این عمل در نفس آدم اثر وجودی میگذاره. ما مثل یک خمیری، مثل یک تکه سنگی، با عملهای خودمون این خمیر، این تکه سنگ رو میتراشیم، صورت میدیم. با اعمال صالح و حالات متعادل و خلقیات برتر و افکار صحیح طیف داره دیگه. عمل صالح طیف داره. سلمان هم اهل عمل صالح، ابوذر هم همینطور، ما هم انشالله هست همینطور طیف داره. به درصدی که مثل کسی که میخواد نقاشی بکشه، هرچند مهارتش بیشتر باشه زیباتر بکشه، به درصدی که این عمل خدایی تر باشه، این خمیرمایه وجود رنگ خدایی تر میگیره. اگر عمل ناصالح و ناشایست، حالات منفی، خلقیات پست، پستی‌های اخلاقی، افکار نامناسب و حالات نامناسب داشته باشیم، این خمیر رو، این سنگ رو به شکل متناسب با اون حال و اون عمل در میاریم. این خلاصه آنچه که عمل با ما انجام میده. عمل با ما انجام کاری میده. ما با عملمون اول خودمون تأثیر میذاریم، بعد رو دیگران. به همین خاطره که قرآن اینو مکرر تذکر فرموده که ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اولین جایی که اثر میذاره خود درون خود آدم و بیشترین جایی که تأثیر میذاره. و اتفاقا هرچه تأثیر بیرونی هم بگذاره باز دوباره به خودش برمیگرده. اینطور نیست عمل از صحنه وجود آدم بیرون بره. لن ینال الله لحومها ولکن یناله التقوی منکم. در بحث حج و قربانی فرمود که این قربانی رو برای خدا شما قربانی میکنید، گوشتش که به خدا نمیرسه، ظاهر عمل که به خدا نمیرسه. خب پس چی به خدا میرسه؟ تقوا یک چیز تو آسمانه. تقوا حال فرد متقی. پس اگر تقوا به خدا میرسه یعنی متقی به خدا میرسه، یعنی شما به من میرسید. این عمل یا در درون آدم رشدی میده که این آدم به خدا برسه، یا پستی و اون فسادی تولید میکنه که هی دور بشه و حقیر بشه. یه بار دیگه اشاره کنم، عملی که انجام میدیم از حوزه نفس ما خارج نمیشه، چه از عمل منفی چه از عمل مثبت. عمل منفی نفس را دچار انحطاط میکنه، اون صورت اولیه لطیف خدایی را تبدیل به یک صورت شیطانی یا یک صورت گرگی یا یک صورت حیوانی میکنه. اون عمل صالح و حال خدایی و فکر خدایی، اون پاکی اولیه رو که اون صفحه صاف اولیه رو هی وسعت میده و هی بزرگش میکنه و شفافترش میکنه. نفس رو متوجه به خدا میکنه. یه بار دیگه آیه رو بگم، لن ینال الله لحومها. اصلا به طور کلی امور مادی به خداوند نمیرسد. یعنی چی؟ یعنی اینا
سعه وجودیشون اونقدر نیست از عالم ماده عبور کنن. برزخ بره، چه برسه به عالم قیامت و ملکوت اعلا و چه برسه به عالم لاهوت. اینا به خدا برس نیست، ظرفیتشو نداره. قطع شد و آن که نه، قطع هم که نشد، به خدا میرسه.